یعنی اینقدر بی‌آدابی بین فرزندان دختر و پسر، هم دختر هم پسر زیاد می شود که معامله یک فرزند با مادرش را وقتی نگاه میکنید همانطور برای شما می نماید که این که هست یک نفر با زیردستش، حتی زیردست هم نه، با کنیز خود دارد معامله میکند. و سبحان الله آنهایی که در اروپا زندگی میکنند، عائله های مسلمان، اروپا همین چیز را میخواهد جای کند. به فرزندان همیشه همین چیز را در قلبش جای میکنند. تو آزادی، تو به پدر و مادرت هم میتوانی زندگی کنی، تو مستقل هستی. آره، و در دولت های عرب هم این فکر، یعنی این فکر غرب لعین بدین علاکه جا شده است که تو دخترک وقتی که 16 ساله هستی، حتی 15 و 14 ساله هستی، تو کلا مستقل هستی. تو همه کار خودت میتوانی برای خودت این راه یا آن را اختیار کنی. تو به پدر و مادرت هم زندگی کرده میتوانی. نباید پدر و مادر تو به زندگی تو آمیخته شوند، نباید زیر دست آنها باشی. و همین چیز در حقیقت شده ایستاده است. الحمدلله در فرهنگ ما تاجیکان هرچی بعضی سختگیری ها هست، ما همیشه پدر و مادر خود کی باشد هم احترامش میکنیم، همچون دین هم، اما همچون یک عرف عادت تاجیکستان یا تاجیکانه به پدر و مادر خود احترام داریم. اما همین چیز رو، یعنی پدر و مادر نه تا اندازه هستند که مثلا هرچی گویی هر گپی آنها مثل الله یا مثل خدا و رسولش باشد، این چیز دیگر است. این رو باید هم جای کنیم در قلب هر یک فرزند و پدر و مادر که پدر و مادر آره خیلی احترامی بالا داره کنید. یعنی درباره پدر و مادر تقریبا اکثریت آیت ها بعد از عبادت الله میستد، لیکن معنایش این نیست که پدر و مادر تا اندازه خدا در قلب تو باشد که اگر آنها به گناه دعوت کنن انجام دهی. این چیز دیگر است. لیکن مسئله که در حدیث از خواهران عزیز از نشانه های قیامت این است که فرزندان با مادر خود همچون کنیز معامله میکنند، به او فرمان میدهند، به او همچون یک خدمتگار معامله میکنند. و مادر هم از پسر خود میترسد، از دختر خود میترسد، حتی به فرزند خود ببخشید، حتی به پدر و مادر خود فرزند دست میبردارد، داد میزند. این چیز میشود. سبحان الله، پیامبر خبر دادند که در اکثر جامعه های عربی این چیز وجود دارد. یعنی برای دخترک مادر خوراک آمیخته میکند. در ترکا هم خیلی یک اخلاق کثیف فرزندیشان هست، یعنی گویا که مادر مهربان هستند اما از فرزند خود یک ظالم تربیت میکنند که دخترک 16 ساله می نشیند و مادر برای او آب میوه می آورد یا نمیدونم چیز دیگر می آورد که گویا که مادر خادم او باشد و این را با فخر میگویند من از حد فرزند را دوست میدارم. این فرزند دوست داشتن نه، این فرزند را تماما از خود رواندن و همون تا اندازه ای که دیگر او برای خدمت کردن به مادر برعکس از مادر فقط انتظار خدمت باشد، انتظار خوبی فقط از مادر باشد و برای مادر خود چیزی نکند. یعنی این رو هم سبب می شود، یعنی پدر و مادر سبب می شوند که همین گونه فرزند بزرگ شود. فرزندانی که همیشه از پدر و مادر طلبگار هستند اما همچون فرزند به پدر و مادر چی کردی و این چیز جواب نمیگویند. این چیز رو باید پدر و مادر در فرزند جای کنند که یک خودمون به دست خودمون عقوق پدر بزرگ نکنیم، خودمون به دست خودمون عقوق مادر بزرگ نکنیم. ای و گریه کرد فرزندم، خفه شد فرزندم، گریه کرد گویان. بعضی ها تمام شرایط رو برای فرزند مهیا میکنند و وقتی با فرزند صحبت میکنیم میگوید مادرم زیاد کارها کرده میتواند و نمیکند، یعنی هنوز هم ناراضی است. و